آرش جان خیلی خوش اومدین. چیکارش کنم براتون؟ داداش مگه میدونستم چیکارش کنی که پیش تو نمی اومدم. هم بیام بگم چیکار کن هم پولشو بدم. پس ساکت بشین تا کارمو انجام بدم. صدای این خوب نیست، عوضش کن. این صداش میده. صدای اورجینال میده. مخصوص بلگراست. بلاگر پسنده. رضا جون چه مدلی بالاخره میخوای بزنی؟ من الان مدل‌ها رو بگم شما میدونی چه مدلیه؟ نباید. خب هیچی نگو دیگه، بذار کارم. بله. موقع اصلا با تلفن صحبت کنید، ما آرشگر رو خیلی دوست داریم. اندازش خوبه الان؟ اگه یه ذره خودت نچسبونی من آره. من که عقب وایسادم عجبا. با چی؟ با چاقو؟ با چاقو با قیچی با ماشین. مشاورایی که بلاگر عزیزمون با چاقو قیچی ماشین. شنیدی میگن آرشگرای ماهر فقط با قیچی کار میکنن؟ چرت و پرته، فقط ما هم پول زیادی میگیرن. موقع اصلا با گوشی حرف بزنیم، آرشگرا خیلی دوست دارن زیاد حرف بزنیم. این قیچی برای مشتری وی آی پیه. ام وی آی پی. ام ببخشید سی آی پیه. همینجوری پول میگیرید. ریش هم بزنن؟ نه همون مو رو بزن. نمیخوای ریش بزنی برام. چرا؟ تو همون موش هم بلد نیستیم ما. میگه ریش که هیچ. بیا. ادا. پول. چیه کشیدیم وسط؟ بابا الگو گرفتم، تقسیم بندی دارم میکنم. ادا بازی. چوسی. جفت تختی داریم. بیا. روی این ویدیو موزیک میندازی دیگه. نمیدونم برای چی؟ پس صدات یه آرامش خاصی از همون میگیره. گفتم که خیلی دوستم داره آقا آرش. خیلی دوستم داره. بس رضا هی از این ور به اون ور از این ور به اون ور. بذار کارم بکنم. داره دارم ویدیو دارم. ابرورم بگیرم دیگه. رضا اینا خراب نکنی ها. سر جد تلافی نکنی. نه بابا. برو. بیا هنوز تمام نشده، بیا. چوسی. خیلی دوستم داره. راضی بودی از این مدل یا نه؟ راضی نباشم چیکار کنم؟ مگه غیر از این مدل دیگه هم بلدی؟ هر دفعه همینه میای میزنی و تموم. خیلی دوستم داره ها. خیلی دوستم داره. اینا رو که من جدی گفتم اما خیلی کارش درست. بعدای شما بشه. شما لطفه.